سلام بچه ها، من اومدم با ولاگ سفرمون به استانبول. صبح زود بیدار شدیم و پدر جونم ما رو رسون به ترمینال شهر خوی تا از اونجا تاکسی بگیریم بریم مرز رازی. خب توی راه هم که زیبایی شهرمون رو میبینیم، پل هوایی معروفمون که یکی از جاذبه‌های گردشگری شهرمونه. بعد رسیدیم مرز، طبق معمول مرز شلوغ بود. پاسپورتامون رو چکین کردن، رد شدیم رفتیم ترکیه. توی مرز ترکیه هم یه خورده معطل شدیم چون رانندمون دیر کرد. خلاصه که اومد و راهی شهر وان شدیم. توی راه هم که دریاچه شهر وان رو میبینین. وقتی که رسیدیم شهر وان دوستمون اومده بود دنبالمون که ما رو ببره ویلاشون. اومد دنبالمون، رفتیم ویلا، یک کم استراحت کردیم و تصمیم گرفتیم با همه بریم یکم شهر وان رو بگردیم. خیلی وقت بود نرفته بودم. وان کلی عوض شده بود، مغازهاش بیشتر شده بودن. یه خورده گشتیم و برگشتیم استراحت کنیم که صبح ساعت 11 پرواز داشتیم. صبح هم که دستشون در نکنه باز دوستامون اومده بودن دنبالمون، ما رسوندن فرودگاه و از اونجا بلیطامون رو گرفتیم و سوار هواپیما شدیم. من خیلی میترسم از ارتفاع هواپیما، ولی خب دست از فیلم و ولاگ گرفتنم هم بر نمی داشتم تا اینکه رسیدیم به شهر زیبای استانبول و فرودگاه جدیدش. یه فرودگاه خیلی خوشگل بود و خیلی بزرگ. وقتی که رسیدیم یک طول کشید، چمدونامون رو تحویل گرفتیم و راهی هتلمون شدیم. دوستتون دارم. سابسکرایب و لایک یادتون نره. با بقیه سفر رو براتون میذارم. مرسی.